ما بعد از 3 ماه واقعا تلاش مستمر و اینوستی که کرده بودیم توی این لیستینگ، خب دیل باش فروش نتونست اتفاق بیفته. کلاینت من بسیار هپیه چون تصمیم خودش بود. خیلی موقع‌ها نیچر و طبیعت شغل ریال استیت این شکلیه، ممکنه با تمام تلاشی که انجام میشه و با همه اون تکنیک هایی که به کار برده میشه، بسته به شرایط مارکت، شرایط کلاینت و خوب بودن زمان، ما اتفاقهای متفاوتی و نتایج مختلف رو ببینیم. در این داستانی که من تعریف کردم دیل اتفاق نیفتاد، اما ما با تمام اون راهنمایی‌هایی که به کلاینت دادیم، من فکر کنم اون خیلی مهم بود چون بسیار کلاینت من هپیه و مطمئنم یک روزی دوباره اگر دیلی بعد داشته باشه برمیگرده به سمت من. اما فقط خواستم توضیح بدم که خیلی موقع اون طوری که عموم فکر میکنن در مورد شغل ریال استیت اونطوری نیست. یک صبور بودن بسیار زیاد رو میخواد و اون فکری که مردم نسبت به شغل ریال استیت دارن خیلی موقع ها اون واقعیت ماجرا نیستش.